پیش متصل گردان به دریاهای خویش. قطره علم است اندر جام من، وارهانش از هوا و از خاک تن. 100 هزاران جام و دانست ای خدا، ما چو مرغان حریصی بی‌نوا. گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. از خدا جوییم توفیق ادب، از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم شد از لطف رب. با نهایت ادب و احترام سلام به همه شما ساکنان سرزمین باران‌های نوروی، خوشه های برنج طلایی، شکوفه های شاد زیتونی، مهد دانش و دلیران، موطن عشق و ایمان و باران، ولایت دارالمرز و دارالامان، زادگاه عالمان و زاهدان و نخبگان و سردار بزرگ جنگل میرزا کوچکخان شاید تشویق بده در جامعه شما. بسیار خوش آمدید. می‌بینید همه دوستان این پایگاه یادکارنما هستند که امروز حضور دارن اینجا. پس من مجری نیستم، به عنوان یک دوست خدمت دوستان و بزرگوارانم امیدوارم که این چند دقیقه‌ای رو که با هم هستیم انشاءالله از در کنار هم دیگر بودن لذت ببریم. دوست داشتیم که بازیکنان عزیز تیم داماش هم حضور داشته باشن و این لحظه بر اساس آخرین اخباری که به ما رسیده فکر میکنم این مقدار دور از ذهن باشه، کم لطفی انشاءالله نمیشه، اگر شد دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید. اما پیرمردم عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، حکایت امروز مجری مثل حکایت شما عزیزانی که برید گل بخرید، حالا برای هر کسی کاری نداریم، ولی در مغازه گل فروشی مرددید بین انتخاب شاخه گل‌های مختلف، چون هر کدام یک رنگ و بوی خاص خودشون رو دارن. اگر نام نمیبریم از حکایت بزرگواران، حکایتمون حکایت همون عزیزیه که در انتخاب شاخه گل‌های زیبا مرتب میشه. بنابراین همه بزرگواران خوش آمدید. من میخوام دعوت بکنم از دوست عزیزم آقای مازیار اسدزاده به عنوان یکی از مدیران راهنمای وارش اسپورت دقایقی هم ایشون تشریف بیارن روی خیر مردم و خوش آمد بگن، شیمی زبانم رو راحت بشه و بعد هم خدمت شما هستیم. تشریف میبرید دوستمون رو. خدمت حضار محترم، از اینکه دعوت وارش اسپورت رو پذیرفتید و در جشن 3 سالگی کارنامای هواداران داماش حضور پیدا کردید بسیار بسیار خوشنودیم. بنده به عنوان یکی از مدیران سایت وارش اسپورت این افتخار را دارم که توضیح مختصر از چگونگی تصمیم خود برای تأسیس سایت هواداران داماش برای شما عزیزان توضیحات ارائه دهم. امروزه برای پیشبرد اهداف هر جامعه‌ای از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده می‌کنند و در این بین اطلاع رسانی رویدادهای سیاسی، اجتماعی، ورزشی و غیره از طریق اینترنت بیش از پیش مورد توجه اکثر انسان‌ها قرار گرفته است. با ورود اینترنت به ایران، فوتبالدوستان رشتی نیز طی دعواهای اخیر برای حمایت از تیم محبوبشان و جامعه هواداری‌اش اقدام به تأسیس وبلاگ، وبسایت و اخیراً در سایت‌های مجازی با صفحات هواداری از تیم محبوب خود حمایت کردند. باید در خصوص چگونگی تأسیس سایت وارش اسپورت به اطلاعتان برسانم که در شهریور 89 مدت زمان زیادی از شکست سنگین داماش در پلی‌آف صعود به لیگ رفتن نگذشته بود و فوتبالی‌های شهر باران نیز حال روز خوشی سپری نمی‌کردند. در آن تابستان سوزان که باران ناامیدی بر پیکره مردم شهر باران می‌بارید، تصمیم به سایت یک سایت قدرتمند مستقل هواداری برای تیم شهرمان گرفتیم. همه افراد این گروه سابقه گردانندگی وبسایت‌ها و وبلاگ‌های هواداری را داشتند، اما این بار مانند دفعات قبل قرار نبود که برای اهدافمان سقف کوتاه تعیین کنیم.
بلکه قرار در تأسیس رسانه‌ای برای جبران کمبودها در فوتبال کلانشهر رشت گرفته شد. و این گونه بود که تصمیم گرفتیم با قدم‌های آهسته اما استوار استارت پایگاهی برای داماشیدران سرزمین میرزا را بزنیم. در این سالها و مخصوصا سالی که گذشت کسانی بودند که از وقت انرژی خود صرف کردند و کمتر اسمی از آنها شنیده شد و در اینجا لازم می‌دانیم به نوبه خود از تمام کسانی که در این مسیر پرپیچ و خم بدون هیچ چشم‌داشتی بالش خود را تنها نگذاشتند تشکر به عمل آوریم. همچنین لازم می‌دانیم تشکر ویژه‌ای از هواداران داماش داشته باشیم که در واقع این سایت با حضور این کاربران عزیز وجود شده و همیشه سعی کردیم با رعایت تعامل و تعادل صدای پرترین هواداران داماش باشیم. این سایت متعلق به هیچ شخص یا گروه خاصی نیست بلکه متعلق به هواداران داماش شهر باران است. زمانی به عنوان یک هوادار مسئولیت سایت را بر عهده داریم تا شاید بتوانیم بخشی کوچک از دین خود نسبت به شهر و استان عزیزمان را ادا کرده باشیم. مسلماً در این میان حضور شما عزیزان به ما انرژی مضاعف می‌دهد. قطعاً در بخش‌های مختلف کمبودهایی احساس می‌شود که سعی می‌کنیم در آینده و در حد توان خود با همراهی شما همراهان همیشگی و کاربران عزیز آنها را برطرف نماییم. با تشکر.
نماینده محترم مردمان خوب رشت در خانه ملت، من تقاضا میکنم دشتان جلو بشینن که حداقل ما ایشون رو احترام بزنیم. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. که نمیشه الان آیان شما تشریف بیارید. آیا تشریف بفرمایید. ماندگار استاد مسعودی یه تشریف بفرمایید. یکی از عکسای آقای خیرخواه، یک روزی خدا رحمت بکنه همه رفتگان راهای احسان بخش گفته بودن که متاسفم که میرزا گیلانی بود، متاسفم که میرزا گیلانی بود، متاسفم که میرزا گیلانی بود. گفت اگر اصفهانی می بود اصفهانی ها بیشتر احترامش رو نگه می داشتن. مهمان های دیگری هم تشریف آوردن. آیا آجیپور بفرمایید. خیلی خوشحال. بفرمایید. آقای وزیر سلام. اما عادت و دیگران متفق القول هستند که برای اولین بار نیویورکان ما در این حدود جغرافیایی از عالم یک جانشینی رو آغاز کردند، قوانین مدنی وضع کردند و از اون زندگی کوچ‌نشینی دست برداشتند. چیزی در حدود 4000 سال پیش گیلانی ها با 3 نوع دبیری خط آشنایی داشتند، 3 دستور نگارش خط داشتند. شاهد ادعاش مهری استوانه شکل که الان در موزه ارمیتاژ نگهداری میشه. گیلانی ها در طول تاریخ از عظمت گیلانی ها بگم و اینکه هواداران قراره که سفیران همین عظمت باشند در جای ایران. گیلانی ها در تمامی ادوار تاریخی استقلال خودشون رو حفظ کردن. علی‌رغم باور غلط برخی مردمان شجاع دلیر و غیوری بودن. تنها سلسله‌ای که از گیلان به بغداد میره المستعصم بالله رو عزل میکنه، خلیفه وقت عباسی و المطیع بالله رو نصب میکنه، چیزی در حدود 100 سال بیش از اون البته، و بیش از 4000 کیلومتر مربع امپراتوری اسلامی حکمرانی میکنه گیلانی ها بودن. پس به این صورت هم بیان شواهدهای مختلف میتونیم داشته باشیم. فقط یک نمونه معاصر بگم، از میان 100 ریاضیدان برتر جهان 3 ایرانی وجود داره که 2 تاشون گیلانی هستن، یعنی پروفسور فضلالله رضا و پروفسور اکبرزاده. به افتخار خودتون و همه گیلانی های افتخار آفرین تشکیل بفرمایید. جناب آقای حاجی پور و سایر کارگرانی که زحمت کشیدن، منت گذاشتن روی سر ما و به این جشن تشریف آوردن، جشن 3مین سالروز تأسیس وارش اسپورت. این مراسم توی 2-3 روز اخیر هماهنگ شد که اگر به هر حال کمی کاسید این به هر حال به خوبی خودتون ببخشید. جالب از آقای کوچک نژاد آقای حاجی‌پور و همینطور رئیس سازمان آتش نشانی شهرستان داشت کمال تشکر رو داشته باشیم به خاطر فراهم کردن این مکان که جشن در حال برگزاری است. خدمتتون حالت شدم که آقای اصغرزاده گفتنی ها رو در مورد تأسیس سایت گفتن، اما در ادامه میخوایم یه دستاوردهایی که تو این 3 سال برای وارش اسپورت اتفاق افتاد رو یه مروری داشته باشیم. سال اول تأسیس وارش اسپورت اختصاص داشت به نوعی میشه گفت که جذب مخاطب توی یک فضای جدید رو میشه براش متصور بود. در سال اول تأسیس سایت سعی کردیم به عنوان یک سایت با اخبار روز داماش که تا آن موقع سابقه‌اش وجود نداشت فضای سالم و آزاد برای ابراز عقیده هواداران داماش، البته با حفظ احترام بدون از توهین به شخص یا گروهی خاص و همچنین درج مطالب جامع از تاریخ و فرهنگ استان گیلان و شهرستان رشت در تالار گفتمان سایت اقدام به جذب مخاطب کنید. در روزگاری که مصاحبه اختصاصی با مسئولین کار فنی و بازیکنان داماش، پیشکسوتان فوتبال رشت و گزارش و نتایج آنلاین مسابقات خارج از خانه در وبسایت‌های اطلاعات هواداری داماش وجود نداشت، وارش اسپورت اصلاح این موارد را زد و در مرحله بعد اعلام جایگاهی مخصوص و رسانه‌ای برای کارگران وارش اسپورت بود که
نسبتاً در سال اول با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. سال دوم رتبه اول در بین وبسایت‌های ورزشی شمال کشور رو وارش‌اسپورت تونست که به دست بیاره. در دومین سال فعالیت وارش‌اسپورت که با حضور داماش در لیگ برتر همراه شده بود، رشد چشمگیری در تمایل هواداران داماش برای استفاده از سایت دیده شد تا حدی که به پربازدیدترین سایت هواداری حوزه جنوبی دریای کاسپین تبدیل شدیم و همین استقبال ما را مصمم‌تر در گسترش فعالیت‌های سایت نمود که می‌توان به اضافه کردن بخش گزارش تصویری از مسابقات، چاپ مقالات حمایتی و انتقادی، افزایش اخبار اختصاصی، شناخته شدن به عنوان یک منبع معتبر برای جامعه رسانه‌ای کشور و تاثیرگذاری بر جایگاه‌های مختلف استادیوم‌اش اشاره کرد. سال سوم بدعتی نوین در سایت‌های ورزشی و هواداری کشور. علاوه بر شروع پوشش فوتبال‌های در بخش هواداری، سومین سال فعالیت وارش‌اسپورت را می‌توان سال بدعت‌گذاری‌های نوین در وبسایت ورزشی هواداری نامید. وارش‌اسپورت مفتخر است با برگزاری جلسات متعدد بین کاربران سایت و سرمربیان تیم و همچنین آنالیز حرفه‌ای تیم‌های حریف با نرم‌افزارهای روز دنیا برای بالا رفتن سطح فنی هواداران داماش و همچنین تهیه پرچم‌های بزرگ، بنرها و پلاکاردهای با مضامین گوناگون توسط کاربران سایت به عنوان نخستین سایت ورزشی و هواداری در سطح کشور باشد که چنین اقداماتی را انجام داده است. تشکر می‌کنم که صحبت‌های من گوش دادید. و همه چند تا از کاران رو تقدیمتون میکنم و امیدوارم خوشتون بیاد. یه دست خوشی و افتخار پر Dust
فنی تیم داماش خیلی خوش آمدید، آقای ناظمی و بیتر و محمدی تشکر بکنید دوستان رو. از شما نیست بشید که بازیان رو بگیرم اون خب حالا پیدا تشکر رو برنامه تا بعد. بسیار خوب. من در پرانتز فقط یک عذرخواهی می‌کنم به دلیلی که برنامه زنده دارم باید وقت زحمت بکنم. قرار بر که دوست عزیزم آقای میرزاجانی آسوده ادامه مراسم رو به حال به عهده بگیرم و اجراش رو. ببخشید فقط روی حسابی که حالا اگر حساب می‌کنیم ما مثل شما از هوادارهای تیممون هستیم روی حساب دوستی امروز مزاحم شما شدم، امیدوارم که ببخشید. منتها بعد از خداحافظی با تشریف‌های شما عزیزان میخوام دعوت بکنم از جناب آقای علی سعوانی مدیر رسانه و عمومی باشگاه داماش گیلان با تشریف‌های شما خوبان خدمتتون باشیم. ضمن عرض ادب و ارادت خدمت همه هواداران تیم داماش گیلان، برخلاف این چیزی که اینجا نوشتیم داماش گیلان، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. همه اونها را دوست دارم و دست یکایکشان را میبوسم و ضمن عذرخواهی از بزرگواران و اعضای کادر فنی که اینجا حضور دارم و من بی‌ادبانه اومدم این بالا و جلوی اونها جسارت کردم برای صحبت کردن. سایت وارش اسپورت از 3 سال پیش که راه افتاد دوستانی بودند که همیشه همراه باشگاه داماش بودند، همیشه در کنار ما بودند، در غصه ها و شادی ها با ما همراه بودند و هیچگاه ما رو تنها نگذاشتند. در این مدت گلایه های بسیاری از من داشتند و باشگاه و ما نیز گلایه هایی داشتیم، اما همیشه باشگاه داماش، من و امیر عابدینی نسبت به این سایت و کاربرانی که اونجا حضور داشتن و مدیران این سایت ارادت خالصانه داشتیم. من به این دوستان تبریک میگم و دست مریضات و خسته نباشید میگم. زیاد مصدق اوقات نمیشم، فقط 2-3 جمله در مورد بحث نقد به ذهن من رسیدم اینجا که اینو میخوام یه صحبت کوتاهی بکنم و چون یک مسافر دارم سریع از جلسه‌ام خارج میشم. شبکه الجزیره قطر یک برنامه تلویزیونی داره که در اون خود خبرنگاران شبکه الجزیره به اون میگن اتاق جنگ. در اونجا وقتی میان با هم به مناظره بشینن کلمات و صحبت‌ها رو به هم پرتاب میکنن. داشتن فرهنگ نقد و انتقاد احتیاج به یک تجربه طولانی برای گوش کردن، فکر کردن و پاسخ دادن داره. نقد اینگونه نیست که هر چه در دهانمان میاد بگوییم. باید فکر کرد، باید گوش کرد و در مورد پاسخ دادن دقت کرد. من و باشگاه داماش نمیگوییم که حق همیشه با ماست، اما نقد باید منصفانه باشه. گاهی انتقادهایی که من میبینم مانند همون اتاق جنگ شبکه الجزیره است، یعنی حرفها رو به همدیگه پرتاب میکنیم و من هم مانند بسیاری از دوستان جوابها رو پرتاب میکنم. این فضای خوبی نیست و امیدوارم با تلاش دوستان ما در مدیریت سایت و کاربرانی که اینجا حضور دارن یک فضای بسیار خوب و بهتر از اون چیزی که همکنون وجود داره به وجود بیاد. من از همه دوستان عذرخواهی میکنم. که ادامه اجرای مراسم به عهده بنده باشه. تشکر میکنم از دوست خوب آقای سعوانی که هم حکم بزرگی رو گردن ما دارن، هم حکم استادی. بنده به نوبه خودم فرا رسیدن 3مین سالگرد تأسیس سایت خوب و پرطرفدار وارش اسپورت تبریک میگم و همین امیدوارم که سالهای متمادی، سالهای بعد، حالا چون که ما زنده نباشیم 30 سال دیگه بیان بشیم جشن بگیریم سالگرد تأسیس وارش اسپورت رو.
بعدش این که کیک هم بیاد یه تصویر قطعه کاری رو بکنم. خب ما سعی کنیم مراسم خیلی فشرده پیش ببریم که دیگه مصدق و صحنه‌ای و صحنه‌ای جمع بکنیم. این تصویر برای مالی نبوده اما همشهریان، هموطنیان و وزار محترم، واقعا من ایسا میتونم صحبت بکنم چند دوستانی سید مثل آقای عاجپور، سجان شاهی علیپور و جواد خوشبینی‌جل و آقای مهندس الطبیعی مدش سالهای سال تو بخش فوتبال کمک بوده. ایده موی سفیدم که ایسا آقای اکبری واقعا مورد صحبت کردن خیلی سخته، خاطر اینکه دوستانی دارم که خیلی مورد عزیزید و همچنین شما عزیزان که هوادار و یار همیشگی ما. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستیم. منم به نوع خودم و کادر فنی و بازیکنان برعکس چیزی که می‌شید تولد سومین سال وارش اسپورت تبریک نه سال تولد بهتر به نظر من. انشالله که 120 ساله و وارش اسپورت و همچنان حمایت کننده تیم رشتی داماشی ها و کمک شما از دوستان. و یه خواهشم که از دوستان داریم از همه اون عزیزانی که جزو کارور وارش اسپورتی بنده به عنوان مربی تیم همیشه انتظاری از شما دارم، هم نقد بکنید، هم بررسی بکنید، هم انتقاد بکنید، بودیم که انتظار داریم تشریح بکنید. ولی اما خواهشی که از شما دارم باید از همین دوستان خیلی دلتون شید، اما واضحی حساسی در پیش داریم. بعضی مواقع با دیدگاه من شخصی خودم صحبت کنم، مثلا بعضی چیز دیگه نباید انقدر با این ریزه همین بازیکنان زیر سوال ببرید تا جایی که بازیکن روی تمرین کردن نده. سرمایه آنها هم بازیکنه، شما هم باید حمایت بکنید. من خواهش کوچیک این فردی که به عنوان نماینده شما و رئیسایی بودی که سال گذشته با اون هم مشکلات یاور ان تیم هم بازیکنان بید، هم بازیکنان مشکل هیچ پرش نبوده، با هم مشکلات سیدی دفاع بودن برید از تیم رشتی، از تیم گیلانی و انتظار آنها اینه که شما انتقاد بکنید، انتقاد سازنده. من اصلا پذیره، مخصوصا راجع به من انتقاد بکنید. من همیشه انتقاد پذیره به جایی که انتقاد سازنده بود. نه این پر از قیافه من آشنایان خوش باید بخیر انتقاد بکنم. اون یه مقدار به نظر من ضرورت داره و همین تیم، همین شهر، همین روستا ضرر امان کنیم. شماهایی که در سایت بنویسید بعضی مواجه بید به انتقاد غیر منطقی، خواسته من از مدیریت سایت اینه که خودشون جلسه کنید آقایان من توجیه بکنید، چون بعضی مواقع عذرخواهی کنید خدا عذرخواهی کنید باشید وقتی کلمه بی‌غیرت در بازیکن به کار بردید برای من همچین از این جمع کردن داخلی تیم خیلی سخته، برای من این همکاران خیلی سخته. اما نماینده شما اگه شما هم علیکی هستید، انا واقعی گفتید من در دلی از خودم که برای این دوستان عنوان میکنم اون کسایی که از قیافه من همچین نظمی میگم به دیگران خوش نه خیلی تیم ضرر بزنه جلوی اون نفره دیگه. امیدوارم که همیشه نامش پاوجا بمونه تو رأس فوتبال این کشور برسه، چون لیاقت و خیلی مثل کلمه بکار بریم در شهن شهر رشت و متاسفانه بزرگان سعید نتونم زیاد صحبت کنم. اجازه من طوری نگاه کنیم الان ترسم بخواد، چون خیلی رو رشت و رشت بودن اساسیه در هر عزیزان آمایسته واقعا در شهر به لیاقت در شهر رشت و چون فوتبال رشت پتانسیل خیلی بالایی داره. حیف آدمایی مثل افشین ناظمی که از قیافه چند نفر رو خوشنه خیلی تیم ضرر بزنید فوتبال شهر ضرر برای سلامتی خود و خانواده خودتان و مقام حضرت رهبری صلوات خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مصاحبه شد گفتن دیروز تولد آقای ناظمی بوده تکتیب کردن شایع علی محمدی درست این شایعه که آقای نظر محمدی ایجاد کرده خندن می‌کنه تشکیل کنید حدیثی را باید بگیر توی سیبرسی که داماش میمونه هوادارشن یک کلیپ خیلی قشنگی آقای الطافی آماده کردن برای این داماد آقای قاضی ما لطف میکنن پلی میکنن یک کلیپ در قشنگ با هم نگاه میکنن دوستان ما لطف کردن یه سری یادبود آماده کردن که تقدیم این دوستان محترم هست خواهش می‌کنم نزدیک رو فقط از خب نفر اولی که داشت تقدیر میشه شماره 6 هم از این لیست رشت نگاه و سرمربی محبوب داماس گیلان نزد روزهای سخت افشین ناظمی
تشریف کنید عملی که داماد شد. آقا عذرخواهی کنم بیپولی واقعا هم رجب بودن و امیدواری استفهام دارد باید اعتماد بگیردم وارد تیم تصمیم بگیردم من به امتیاز وارد استفهام قرار بگیشه مشکوکالی تو هم زمان بگیشه فوتبال آقای مهندس الطرفی یک استثنیان بشن داره مدرسه سال گذشته امارت بکنیم تیم نماش به افتقار زنید محمدی تشریف بکنید بعد از این سوال سنری محمدی نیستن کاری که دنیابه بشه دیدن این تشریف برای سریع نبوده آقای سنری محمدی هم نیستن کاپیتان اکثر تیم سپیدرو استقلال و منتخب گیلان جلوی بازی آقای سنری محمدی بخیر یکی از کسایی که خیلی از دست تحصیل باشد زحمت کشیده برای این سال و اکثر قشنگش می‌بینیم تازه دومال ما آقای علی خیرخان البته بگم از وقت ازدواج کردن عکس‌ها با تحقیق میرسه کلاً نیستن همه میده هستن امیدواریم که خوشبخت بشن فامیل برقرار هستن انشاءالله لنز 4 هست بخرم دستی بشن تعریف میکنم یکی از روزنامه‌نگارای خوب استان گیلان طی سالهای اخیر که قلم خیلی روونی دارن قلم خیلی شیوایی دارن آقای رادی دیدار خیلی هم با مدرسیان توضیح داره تشریف بکنید از افتخارات نظریات ورزشی گیلان هستن آقای دیدار شاید سالهای 83 و 84 به خاطر میارم که مطلبهای خوب آقای بیتر محبوب میخوندم تشریف داره آقای محبوب خبرنگار خبرگزاری پارک هستن گفتم خیلی تشریف کنید آقای محبوب برای بسیار خوبی دارم آقای محبوب من برای ایشون خیلی دوست دارم آقای محبوب تهران خیلی هم سالهایی که بکنید جوزی در سال پایین خود انجام شده توسط آقای رضاظاهر فرمانده میشه در صورت گرفت ما که برنامه سربش گزارش گرفتیم یه تعامل خیلی خوبی صورت گرفت بین یگان ویژه استان و هوادارهای داماش که فکر کنم که ما عبدالمعروف رو که گزارش گرفتیم ما عرض بود که با به عبدالمعروف رو که دیدیم که یگان ویژه میاد با گل و شیرین تظاهر میکنه یه چیز تو ذهن هوادارها هست که یگان ویژه اومد قاسم اومد رو اومد احساس می‌کنم یگان ویژه اومد اول بازی به هوادارها گل داد شیرینی داد میخوام تشکر کنیم از جناب آقای سرهنگ علیپور مرد مبارک استان گیلان هم به یادگاری از عکس میزابودای جنگلی که گزارشگر برنامه سرکو هستن مسئول امور گرافیکی برنامه سرکو هستن خیلی با گرافیک علاقه دارم یکی از گرافیستای خوب استان ما که من واقعا کار دوست دارم
آقای حامد عطافی عزیز این کیک خوشگل ما هم حامدگان قرار کردن. این کیک‌های قرمز به خاطر سنتر نخواهیدنیه که این کیک‌ها رو آماده کرده. این دستان خیلی رو های حامد از پدر عزیزشون دارم میگم عزیز باید بدن بساره. یکی از کسایی هستن که سعی میکنن همچین روزگاری جدید رو بنده کنن. مدیر عامل سابق باشگاه استقلال شهرداری رشت، عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر رشت، استاد عطافی. دوستان نیومدن، آقای فراوانی که رفتن، آقای الماسخالی عزیز هم به آنلاین استاد جامپور نیومدن، آقای امیرحسین سلام‌بخش، آقای گل سالهای پیش پگاه و داماش گیلان، کاپیتان محبوب تیم داماش گیلان جناب آقای مهدوی که حالا جشن نیستن فرما بودن، جناب آقای افشین چاوشی عزیز و آقای بذارید بگم استاد احمدی سراوانی، برادر آقای علی سراوانی، واقعا به گردن مطبوعات گیلان حق دارن. خیلی سالها زحمت کشیدن. من خودم شاگرد آقای رضا احمدی سراوانی هستم، افتخار میکنم که تو روزنامه خلدر سالها کار کردم زیر نظر ایشون. یه تشویق برای دوستان انجام بدید. من خواهش می‌کنم آقای کوچکی نژاد آقای ماجدی دوستان بمونن. الحمدلله رب العالمین. من اینجا حضور پیدا کردم که آقای ناظمی و هم طرفداران و هم تیم میگم که ما هم میگه طرفداران شما هستیم. خب من تشکر میکنم از عزیزانی که واقعا برنامه بسیار خوب و شادابی رو اینجا تدارک دیدن و با خودم فکر میکنم که این طرفدارانی که روی ستون نشستن اینها همینطور میاد و میرن. بعد یه جلسه‌ای باید دعوت کردن این محمد رضا و اونجا دیدیم آقای سراوانی بعضی آقای نشسته نیست، تشکیلات خیلی منظم اینها دارن و الان که امروز سالگرد این سایت هست و سایتی که اطلاع رسانی میکنه، اطلاع رسانی درست، دقیق، به موقع و پشتیبانی میکنه. من جدا تشکر میکنم از همه عزیزانی که در این بخش دارن فعالیت میکنن. برحال دیگه چندین هزار جمعیت در یک ساعتی جمع میشن و از یک تیم حمایت میکنن. اینها جزء ارزش هاست. به همه ماها مسئولین باید قدردان همه عزیزان باشن. و من اینجا شنیدم که آقای علیپور سرنگ علیپور واقعا از هواداران تقدیر و تشکر میکنه، به با گل و شیرینی از اینا استقبال میکنه. این جدا جای تقدیر و تشکر داره. همون که میگن یگان ویژه گاهی اوقات همه میترسن خلاصه با خشونت اینها ورود میشن. حتی من یک بار حدود سال گذشته بود فکرم آقای افشین که دیدم که بعضی از این طرفداران را خلاصه با باطوم اینها دارن از اون مغازه بیرون میکنن. از این نیروهای بیرونی بودن فکرم بیشتر، یعنی شما داخل ورزشگاه خوارداره. من نه دنبال خطور شما هستم، من طرفدار هستم و بحثای دیگر هستم. من عشق من و علاقه من به این تیم ذاتی و قلبی است. این نیست که میاریم و بحثای سیاسی چیزای دیگر تغییر بکنیم. یعنی خودم چند بار به این آقای وقاری و بعضی از آقایم گفتم که اون زمانی که شنیدیم تیم با مشکلاتی مواجه است، گفتم راههایی که میشه کمک کرد به این تیم
راحت بگی من خودم ورود میکنم. من همین فردا ساعت 11 صبح با وزیر ورزش جوانان که از سرپرست است آقای امیری صالحی جلسه‌ای دارم. یقین شما بدونید که یکی از بحث‌های جدی من با وزیر یا سرپرست وزارت ورزش جوانان حمایت از این تیم هست که این درخواست کنم. همه ورزش ها مورد حمایت ما هستن. با ورزشی که حجم وسیع از مردم ها فکر نکنید که اونهایی که در ستون نشستن و با یه حرفه بسیار باید تلاش بکنیم از بعضی حاشیه هایی که با دوستان صحبت کردن جلسات زیادی گذاشتیم دنبال این هستیم که بتوانیم مسیری را بازیکنان و کسانی که تدارک سری دوستان گفتن آقا برسیم به این زمین یعنی همون باش تماشاگران و گفتم که با وضو میرم و دعا میکنم که این تیم عقب نیفته که خوشبختانه در نیمه دوم یک گل هم زدن که مساوی شد. توجه نمایید که با من از تماشاگرانی که در روی ستون نشستن از شماها این درخواست را دارم. برای ما داریم یک فرهنگ، یک رفتاری را به دیگران نشان میدیم. حالا بعضی از جوانان از شور جوانی هست و بحث‌های و دیگری است که گاهی اوقات بعضی رفتارشان شاید مورد پسند مردم عزیز ما نیست. شماها میتوانید اونها را کنترل بکنید، دقت بکنید. حتی من یک بار با اداره کل طرزآبادی هم صحبت کردم که برای یک روش هایی ما میتوانیم مدام یادآوری بکنیم. همه که بلند میشه یه داد میکنه یه چیزی را که جلوش ببینه نوشته ای که ایشان را به آرامش و وقار و ادب دعوت میکنه، این باعث میشه که آدم ها رفتار خودشان تنظیم بکنن. یعنی باید ما تبلیغاتی را بیشتر در جمع خصوصا تماشاگرانی که رو ستون نشستن داشته باشیم. و بعد از رفتارمان در بازی شما با ملوان هم شب ساعت 10 شب مایمزان بود فکر کنم آمدم اونجا. خب و حتی تماشاگران ملوان هم دیدم که واقعا بعضی از رفتاری دارن که نگران شدن. احساس میکنیم که ما در مرکز استان هستیم، هر کسی که از شهرستان ها میاد دیگه مهمان ماست، مهمان تماشاگران هست و یقین با یک متانت و ادب و اخلاق خوب از این دوستان پذیرایی میکنیم و من اینجا حضور پیدا کردم که تشکر بکنم هم آقای حاجی پور که عضو جدید شورای شهر هست. انشاءالله ایشان هم تلاش بکنه از طریق شورای شهر و شهرداری بعد از مشکلات که دوستان در حتی میخواستم در انزلی اتوبوس نداشتن. یه چند بار این محمدزاد دیگه به ما زنگ زدن که آقا ما وسیله نداریم بریم. این مشکلات جزئی رو انشاءالله همه رو آقای حاجی پور و دوستانش حل میکنن. تیم داماش هستن تقدیر و تشکر دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم هفته کرامت رو خدمت دوستان مثل خودتون خوشگل زیباست به افتخار شرکت بزنید. سال 82 مثلا دارم خیلی کوتاه ولی پراکنده صحبت بکنم. میخوام از بعضی از آدم‌ها یاد بکنم، کسانی که برای این تیم زحمت کشیدن، کسانی که خون دل خوردن، کسانی که سکته کردن، کسانی که برای این تیم مرد که خدا انشاءالله رحمتشون بکنه. برای شادی روی اونهایی که غصه خوردن و از دنیا رفتن برای این تیم صلوات دیگه ببرن. باید باور نکنم آقای ایرج زهرابی رو من میتونم نام ببرم، آقای سید احمد خوشکلام رو میتونم نام ببرم. اونا زحمت کشیدن. سال 72 من شهردار منطقه 1 بودم. به من گفتن که آقا باید بیاییم یه تیمی داره شهرداری رشت بیاییم تیم رو راه میاندازیم.
خب کجا هست، چی هست، چجوری هست. آمدیم دیدیم یه تیم دسته 2 گیلان هست، سال 72 بود. و من خودم هم سالهای خیلی دور، البته آقای محسن عطافی که از فوتبالیست‌های بسیار با ارزش استان ما بودن، مدتی هم در پرسپولیس تهران هم بازی کردن. ایشون به هر حال از بزرگان فوتبال هستن، ایشون باید صحبت می‌کردن و هم قرار بودن من خدمت شما باشم، همونطور که جناب آقای مسکوچی که نژاد بزرگوار که سپاسگزاری میکنم از همه محبتاشون. سال 72 ما آمدیم تیم رو به دست گرفتیم. این تیم رو از دسته 2 به دسته 1 گیلان آوردیم. از دسته 1 گیلان رفتیم برای از کنم زیرگروه کشور. بعد از اون بالاخره من باز جا داره از آقای سومی عزیز، احمد سومی خیلی کمک کرد به این تیم. آقای جهانپور که فی الواقع زحمت کشید و این بنده خدا این تیم را می آورد لیگ برتر. دوباره باز میرفت تیم میافتاد، یه بار دیگه می آمد باز می آمد تیم رو می آورد بالا. که بعد از اون ما آمدیم به اتفاق آقای عطافی که دوره اول شورا بود سال 77 که 78 که ما رسما شروع کردیم تیم رو به دسته لیگ برتر و موقع لیگ برتر رفت که آقای عطافی بود، دوستان دیگه ای بودن. این تیم رو در سال 78 دوستان میخواستن منحل بکنن. آقای عطافی دقیقا یادش هست. ما 9 نفر بودیم عضو شورا، یه دفعه متوجه شدیم 5-4 باختیم. آقای عطافی بودیم اوضاع خرابه، اینجا 5 تا رای منفی است که تیم رو منحل بکنن. ما 4 بودیم که ما از جلسه خارج شدیم و اکثریت رو هم زدیم و تونستیم یادش بگیر آقای شریفیان رو که اون طرف بود آوردیم اشوار ما تو مشی شریف اگر بخیری تو رأی ندیم ما شما تماشاچی هم میگن توی آبی رو بکنم عشان بگم تو ادی ما منحل بودیم. نه آقا من حرفانه نزدید آقا من رأی دارم که بعد از اون جلسه آمدیم و رأی به ابقای تیم داده شد و اون خیلی گریه ها کردیم ما خاطر همین، خیلی قصه ها بودیم، خیلی هم که نامی بردن مثل شما یه چیزی وقتی که برای شما شادی وقتی که میبازه همه تون یه بحثی داریم. ولی این آقای ناظمی این از همون موقع این جوانمردی رو داشت، تیم رو برداشت برد با شجاعت و بعد از بازی هم تیم رو ایشون برگردون به رشت. هم مربی بود، هم سرپرست بود، هم کاپیتان بود، هم بازیکن. آدم‌های بزرگی مثل مصطفی عبدالله رو ببینید اینجا نشسته خیلی زحمت کشیدن برای این تیم. این مصطفی عبدالله واقعا سن داره برای این تیم. باور کنید آیل جوان‌ها همونطور که دارید شما زحمت می‌کشید من دست همه شما رو می‌بوسم و اگر شما شاد بشید ما نماینده شما هستیم. آقای مسکوچی نژاد که عزیز ما سرور بنده هستن، نماینده مردم هستن در مجلس، بنده هم نماینده شما هستم در شورای اسلامی رفت. ما وظیفه داریم به شما خدمت کنیم، هیچ منتی هم نداریم به سر باقی در جهت خوشحالی شما حرکت بکنید. مطمئن باشید که این کار رو ما از خانواده فوتبال هستیم. من سال 51 من خودم هم فوتبال بازی میکردم. از آقای عطافی خیلی بالاست خودم مقایسه نمیکنم و لذا ما وظیفه خودمون میبریم. من باز جا دارم تشکر بکنم از همه کسانی که زحمت کشیدن و الان که این دست شماست و شما دارید تلاش میکنید که عکاسای علی عکاس رو یاد بکنیم. خدا رحمتش میکنه. یک علی عکاس رو داشتیم این نمیدونم عکس میگرفت هیچی هم نداشت از دنیا رفت. من یادم هست خانشم تو بزرگ رو خود ما رفتیم خانهش شده یک دنیا عکس رو داشت، هیچی نداشت، حتی پول نداشت که این رو رفت بکنه که ما اونجا بالاخره به طریق شهرداری که هم تو شهرداری همونداری بودیم، هم تو شورا بودیم و نامزی که این محبات شد کفه نداشته نداشتن تمام جوانیشو برای ما یاد بیاریم اون رو. جوان عزیز، جوانای عزیز، شما ریشه پاکی دارید. شهرتون شهر پاکی در رشت تأسیس شد 20 نفره بود. اولین زنگ سن اینجا آنهایی که وارد یک حاشیه‌ای میشن و چیزایی که نباید بگن نگید، آلوده نکنیم ورزش و پاک ما رو.
من یه مدتی چند سال است نمیرم ورزشگاه. آخرین باری که آمدم ورزشگاه انزلی بود. آقای مرحوم اجازی که خدا رحمتش رو کنه برای تیم زحمت کشید. مرحوم اجازی بود. آقای الطافی هم فکر می‌کنم تشریف داشتن. آقای زهرابی، مرحوم زهرابی بود، ایشون هم خدا رحمت بکنه. و کاپیتان یعنی مربی تیم احمد پور، این دروازه‌بان ملوان بود، محمد حبیبی و هادی طباطبایی. ما رفتیم دور زدیم زمین رو، آروم شد، بازی دوستانه بود. بعد از نیم ساعت که بازی شروع شد این داستان چیزی ما با بلند شدیم آمدیم بیرون و دیگه ادامه ندادیم. ما ریشه خوبی، شهر ما خوبی، ما فرهنگ غنی هست. من خواهش میکنم دوستان شما همتون اکثرتون دانشجو هستید، خیلی دوستان رو من میدونم دانشجو هستن، من خواهش میکنم اون خلاصات شهر رو حفظ بکنیم، آن چیزی که هستیم اون رو به روز بدیم. سپاسگزاری میکنم از همه شما دوستان همکاران من در آتش نشانی که همکاری کردن. همیشه این همکاری رو بکنید. این را هم ابلاغ خواهیم کرد به از کنم سازمان آتش نشانی که همه همکاری را با شما دوستان من داشته باشن. قطعا کمک‌های ویژه‌ای رو ما در نظر داریم، برنامه داریم. اتوبوسرانی هم همینطور. این محمد رضا ما را دیوانه نکنه، هیچ کی ما کاری نداره. ما کمکتون میکنیم. ببینید دوستان میدونن، اونایی که با من مرتبط هستن میدونن من کاری که دستم بر بیاد، این آقای ناظمی اینجا نشسته شم میدونه، کاری که دست من بر بیاد برای ورزش، کوتاهی آقای ما از کوچه گنجه داره به اندازه جناب عالی که خیلی بزرگواری فرمودید، واقعا من سپاسگزار ازتون. ولی من کوتاهی نمی کنم. من ورزش رو دوست دارم. آقا ورزش همه چیز منه. من عاشق ورزشم. واقعا یادی شده از دست رفتگار فوتبال گیلان مثل مرحوم زهرابی برای شادی مرحوم زهرابی طلبات. خب چند تا نکته برام نوشتم، من خیلی سریع بگم دقایق آخر مراسم هستیم. من تشکر ویژه میکنم از جناب آقای افشین ناظمی، علی نظر محمدی عزیز، مازیار دبیرفر و دکتر عربی عزیز تشریف آوردن مراسم قدم خوشحال گذاشتن. حالا یه چیزی نوشتم سریع ویژه بگیریم. حالا نیومدم بازیکن‌های داماش، حالا به افتخار بازیکن‌های داماش. این از بچه‌های من جاکشو بگم، بچه‌ها واقعا دلخور زدن بازیکن داماش نیومده. حالا دیگه اشکال نداره. آقای ناظمی گیلان انشاءالله ایشونو شنبه‌های قریبی هم ببینیم. آقای سیاوش نجیب بود که خیلی زحمت کردن این چند روز اخیر، واقعا وقت گذاشتن این کلیپ‌های آماده شدن توضیحی و خیلی وقت گذاشتن. آقای مهدی عبادی از عکاسای خوب استان گیلان، برادران الطافی، فرمان متجدد، آقای علیزاده حافی گفتن و پویان عزیزمون تشکر می‌کنم. خیلی از این چند روز وقت گذاشتن. اما یک کلیپ قرار پخش بشه در کجا؟ رضوان شهر کنسرت رو حتما حضور به هم برسونید. برای هواداران احتمالاً تحقیق ویژه خواهد پخش شد. عزیزان بزرگترین که ما با توجه پیش‌بینی می‌کردیم که اکثر بازیکنان داماش بیان که اکثرشون نیامد. واقعا این رو کامل دیدم که ناظم داره سوشتفان فیلم افتاده بود. نمی‌شد که بچه‌های داماش ندیدن که این رو ببینن. آقای ناظمی حالا می‌بینن خریدن سر همین تعریف برگشته. یک از 40 معروفی تو انزلی هوادارهای تیم داماش بودن. افشین طاووسی، اون بالا می‌بینه.
نگاه حالا چاوشی و گل دیواری که خود چاوشی گل میزنه باقی مونده فرهاد مجیدی فرهاد مجیدی میگیرم اصلا این که هیچ بکرم نبوده یعنی بازی کنه نگاه چاوشی تو دروازه ما دقیقا گل سوم برسید نگاه کار میکنیم چاوشی در این مسابقه واقعا چه میکنین افین ناخوشی زندگی وارش اسپورت رو به همه تبریک میگم. اتفاق خوبی در جامعه رسانه‌ای ما افتاد که الان باشگاه‌های ما سایت‌های هواداری دارن. با عوض شدن سبک روزنامه‌نگاری و اومدن تکنولوژی به اسم فضای مجازی اینترنت، الان دیگه سبک و سیاق روزنامه‌نگاری فقط رو کاغذ نیست، توی فضای مجازی اینترنت خیلی گسترده شده و باشگاه‌هایی مثل داماش که پرطرفدار هستن با این تارنمای هواداری میتونن هوادارهای خودشون رو سمت و سو بدن، جهت بدن و به راحتی خیلی اتفاقاتی که فوتبال ما نباید بیفته رو جمع کنن. وارش اسپورت، من به نوبه خودم که یک روزنامه‌نگار هستم، محال در مورد داماش بخوام مطلبی بنویسم و حتی یه بار به وارش سر نزنم. سعی می‌کنم حتما هم نظر کاربرا و خواننده‌های وارش اسپورت و هم گردانندگانش رو بخونم، ببینم و خیلی کمک میکنه. چند تا از بچه‌ها جوان هستن، شروع کردن، ولی الان این جمعیتی که اینجا اومده، اعضایی که اینجا تشریف آوردن، فکر کنم که مسئولیت اینها رو سنگین‌تر میکنه. دیگه نمیتونیم اون پیشوند یا پسوند کم تجربگی رو بهشون بگیم، چون نشون میده که الان نوشته هاشون بازخورد داره. وقتی که افشین میان در مورد نقد صحیح صحبت میکنن، آقای سرابانی صحبت میکنن، به معنی اینه که این نوشته هاشون خونده میشه. وقتی نوشته کسی خونده میشه یعنی که تاثیرگذاره. من پشتبند واژه نقد از نقد سازنده استفاده نمی کنم، از نقد درست استفاده می کنم، چون اگر نقدی درست باشه مسلما سازنده هم خواهد بود. اینکه اغلب بچه‌ای که اینجا هستن جوونن و پرشورن و انرژی رو خالی کنن خیلی جای تقدیر داره، ولی این شور باید با منطق همراه باشه تو نوشتن. معمولا وارش اسپورت این اتفاق توش میفته. یکی از بزرگترین حسن‌های وارش اسپورت به نظر من اینه که تولید میکنه، کپی نمیکنه. من به خاطر کارم تقریبا تمام سایت‌های هواداری باشگاه دیگر هم میخونم، حتی باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس و استقلال معمولا کپی کننده خبرن. یعنی یه خبری در یک سایتی گذاشته میشه، اینا برمی‌دارن اون رو می‌نویسن یا از یه روزنامه برمی‌دارن، اما بچهای وارش معمولا همشون تولید کننده این خبرها هستن. با بازیکنان مصاحبه میکنن، مطالب تحلیلی می‌نویسن و امیدوارم پله پله جلوتر برن و از یک وبسایت صرفاً که آن خواننده‌اش فقط در معمولا گیلان هستن در سراسر کشور خواننده داشته باشن. این در مورد وارش و اینکه الان تشریف آوردن مسئولین شهر ما در اینجا، این فکر میکنم که بازخورد همون حنجره‌هایی هستش که شما در ورزشگاه پاره کردیم. روزی بودش که استاندار ما تیم ما داشت منحل میشد به فکر تیم ما، چون مال این شهر نبود، بردن نمیشد بهش گرفت.
در یک دوره مسئولین ما به ورزش به دید تفریحی نگاه میکردن، ولی وقتی که برای سالگرد یک کارنمای هواداری میان اینجا و عرض می‌کنن در خواست مردم و یکی دیگه مسئولین سیاسی و امنیتی استان ما و به خصوص شهر رشت به این نتیجه رسیدن که ورزش تفریح نیست، بلکه یک دغدغه جوانای این شهر. این بازخورد همون فریاد هاست که از مسئولین می‌خواستیم باشن. ممکنه در یک برهه‌ای هم به خاطر خیلی مسائل دستشون بسته باشه، ولی وقتی که آقای پیشنگیجان میفرمایند که اومدم توی ورزشگاه، اون هوادار متوجه میشه که حداقل نماینده شهرش، مسئول شورای شهرش، نماینده امنیتی شهرش همون علاقه‌ای که به تیم فوتبالش داره همین در ابتدا به ساکن کافیه و از وارش نمیشه صحبت کرد، دماش حرف نزنیم. امیدوارم که امروز چشم من از جایگاه خبرنگارا به یه چیزی عادت نداره و اونم دیدن سکوهای خالی ورزشگاه است. امسال متاسفانه حتی دروازه با استقلال هم ورزشگاه آزادی پر نشد. حالا دلخوریشون چی هست من نمیدونم، حالا یا اول فصل یا این اعتماد رو داشتن که دیگه این تیم میمونه، این تیم خوب نتیجه میگیره. من از شما که فکر میکنم نماینده پرشورترین هوادارهای داماش باشین تقاضام اینه که از همه بخواین که اون سکوهای خالی ورزشگاه رو پر کنه. امسال امیدوارم که با افشین‌خان ناظمی و آقای عابدینی یک رکورد جدید تو این شهر ما ثبت کنیم و اون هم این که اولا که 4 سال متوالی تو لیگ برتر بمونیم و اینکه بعد از علی فردین افشین‌خان اولین مربی باشن که با عابدینی شروع کردن، با عابدینی هم فصل تموم کنن. من حرفی ندارم، امیدوارم که هم وارش هم داماش در کنار هم روز خوبی داشته باشیم. تو مراسم خودتون شرکت کردید، دوباره از مسئولین محترم یه اذن برای نکته بگم. یه چیزی آقای یحیی الان گفتن، الان قراره حسن ختام برنامه آقای آهنگ خیلی قشنگی هم بخونن. ایشون 24 و 25 و 26 توی تالش و رضوانشهر کنسرت دارن. گفتم چرا تو رشت اجرا نکردی؟ گفت من مجوز ندادن. ما از نماینده محترم مردم رشت آقای حاجی‌پور، آقا این جوون ما چرا بهش تو رشت مجوز نمیدید اجرا کنه؟ افتخار آقای یحیایی، من که خداحافظی بکنم همه شما تشکر میکنم، واقعا لطف کردید و تیم آوردید. چه اونایی که نیومدن از تیم میبوسیم، چه اونایی که باید از تیم میبوسیم. ایشالله سال دیگه همین موقع 4مین سالگرد ورزش رو با هم دیگه جشن بگیریم تو یه سال بزرگتر به لطف مسئولین خوبی که ما تو شهرمون داریم. این شما و این آقای یحیایی ایشالله ما مجوز ایشون تو دست هم بگیریم برای کنسرت.
رفت دکتر استفاده کرد. دستشوی کوی نبید یحیی اصلا کارهای فرهنگی ایفاده وارد اسپورت یه سری پکیج آماده شده میوه و شیرینی که تبدیل می‌کنیم با خانه کارمندان در سولم تو این جشن ما تهیه باشن. تفکر کنید که باید از همین مسئولینی که این مرده موجود باشن. خیر خواه برو برو اونجا اونجا برو آره بیا بیا آقا یک دو دست شاهر